سلام خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. بدون فوت وقت میریم سراغ بخش دوم آموزش 0 تا 100 پایکراسینه که شامل مرحله پنجم، ششم، هفتم و در نهایت هشتم هستش. بریم تا نزدیک بشیم به آموختن یک شنای کامل. دوستان عزیز، توی مرحله پنجم ما دیگه وارد آب میشیم و تمرینمون رو توی آب انجام میدیم. به چه صورت؟ موجی یا دیوار استخر رو میگیریم، دست کشیده به صورت وارد آب میشه، فلوتینگ میکنیم. آموزش فلوتینگ رو توی پست قبلی جلسه اول آموزشنا گذاشتم، رو لطفاً ببینید. پس دیوار استخر رو میگیریم، به نفس عمیق، دست کشیده به این صورت وارد آب میشه، سر وارد آب میشه تا جایی که گوشمون برخورد بکنه به بازو، یعنی بازو و گوش در یک راستا. فلوتینگ میکنیم، بدن میاد روی سطح آب و شروع میکنیم پا زدن. از لگن یه مقداری زانو میشکنیش، مشکل نداره. مچ پا رو زیاد مچ پا رو زیاد منقبض نمی‌کنیم که اون حالت انعطاف پذیری رو داشته باشه. تا رسیدیم به مرحله ششم تمرینمون. پا زدنمون خیلی خوب شده، ریتمیک شده و تونستیم این کار رو انجام بدیم. ما سر میخوریم توی آب و شروع میکنیم پا زدن. دست کشیده هستش به این صورت، بازوها در راستای گوش، پامون به دیوار استخر میزنیم، دست کشیده، حالت 90 درجه کامل خم میشیم توی آب و سر میخوریم. وقتی که سر خوریم شروع میکنیم پا زدن. یه نفس عمیق قبلش میگیریم، به دیوار استخر فشار بریم پامون رو و سر میخوریم و شروع میکنیم پا زدن. تا هر جایی که نفسمون تموم شد میستیم و دوباره تمرین رو از اول ادامه میدیم. دوستان عزیز، توی تمرین هفتم ما میتونیم با استفاده از تخت شنا این تمرین رو انجام بدیم. تخت شنا رو میگیریم، یک پامون که تکیه‌گاه هست، پای دیگر رو به دیوار استخر میچسبونیم، تخت شنا رو میگیریم و روی سطح آب 90 درجه خم میشیم و به دیوار استخر فشار میاریم، رو سطح آب سر میخوریم و شروع میکنیم پا زدن. سعی کنیم یه 4 متر 5 متر هرچی بیشتری مسافت طی کنیم باز ارزنده تر هستش. دوستان عزیز، توی مرحله آخر یا مرحله هشتم پایکرالسینه، زمانی که ما تک تک تمرین ها رو به خوبی یاد گرفتیم و صحیح انجام دادیم، میام سراغ مرحله آخر. در واقع با هواگیری ما پایکرالسینه تکمیل میشه. ما توی مرحله قبل شروع میکردیم پا زدن، هر جا که نفسمون تموم میشد میستادیم، نفس میگرفتیم و دوباره ادامه میدادیم. ولی توی این مرحله 8 مرحله آخر پایکرالسینه، زمانی که نفسمون تموم شد دیگه نمیستیم، سر از آب میاریم بیرون، یه دم عمیق، نفس عمیق میکشیم، سر میکنیم توی آب و شروع میکنیم پا زدن و دوباره ادامه مسیر. چند تا نکته. ابتدا به ساکن، چند تا پست قبلی رو ببینید، دماغگیر ممنوع، که این دم و بازدم هم بتونید خوب تمرین کنید قبل از اینکه به این مرحله میرسید، دچار مشکل نشید و عملکرد خوبی داشته باشید. پس ما شروع میکنیم پا زدن، هر جا که نفسمون تموم شد یه نفس عمیق میکشیم. زمانی که سر میکنیم توی آب سعی کنیم خروجی هوا و اون تخلیه هوامون از راه بینی باشه که این دم و بازدم و این نفس کشیدن ما رو ریتم باشه و ما هم دیرتر خسته میشیم و هم میتونیم مسافت بیشتری رو طی بکنیم. دوستان عزیز، روش صحیح گرفتن تخت شنا، ما اون پایین یا اصطلاحاً دوم تخت شنا رو میتونیم بگیریم از بغل، یا اینکه 4 تا انگشتمون رو باشه، انگشت 60 زیر. و این نکته که خیلی حائز اهمیته، زمانی که ما سرم برای هواگیری میاریم بالا، سعی کنیم پا رو سرعتی تر و قدرتی تر بزنیم. چرا؟ زمانی که سر میاد بالا دقیقا مثل آلاکولنگ میشه، سر که میاد بالا پا میره پایین. ما سعی کنیم پای قدرتی تر بزنیم که زمانی سر میاد بالا برای هواگیری دچار مشکل نشیم. و این رو با تمرین و ممارست عملکردمون هم بهتر میشه تو طولانی مدت و میتونیم خروجی بهتری از این تمرینات داشته باشیم. دوستان و شنوآموزان عزیز، ممنون که تا پایان این کلیپ آموزشی همراه ما بودین. ممنون که این کلیپ رو لایک میکنین و برای دوستاتون میفرستین. اگه نظری پیشنهادم داشتین کامنت کنین، من در خدمتتون هستم. امیدوارم که این کلیپ برای شما دوستان مفید بوده باشه.